سلام، امروز میخوام سیتون روغن محلی درست کنم. کرلمونه تمیز ایشوریم که دوغشون گرفته بوده. یادتون بو حتما باید با او سرد بشوریم شون. بعد از اینکه کرلمونه شستیم یه قابلمه بزرگی برداریم که جا کرلمون و داخلش. با حرارت ملایم ایلیم کرل کاملا ذوب. فقط یادتون بو مدام همش بزنین که کرل سر نرن. بعد از اینکه کرمون کاملا اوویک باید وش آرد اضافه کنیم. که این دوغش گریده ووه. بریم با هم انجامش بدیم. باید کاملا سرش با آرد پوشیه بوده. باید هی همش بزنیم که این آرد دوغ کرن تنشین کنه. بعد اینکه آرد اضافه کردیم باید حدوداً 2 دقیقه بجوشه. که این آرد دوغ کرن تنشین کنه. بعد از 2 دقیقه گاز خاموشی کنیم تا روغن سرد بشه. بعد از اینکه روغنمون کاملا سردوی روغنمون خالی کنیم داخل یه ظرف دیگه و با او آردی که اضافه کردیم و کرلمون و دوغی که از کره گریده و یک اخوام سیتون بونتو درست کنم. یه صبحونه دلچسب سیما لورل. مدام باید هم بزنیم که تن نگیره و کاملا برشته بوده.